سلام، در برنامه چشمانداز امروز من توحید سفر شما را همراهی میکنم. بازداشت بحث برانگیز الکساندر صادیقوف، پژوهشگر جوان با اتهام جاسوسی در تاجیکستان که انجمن‌های علمی جهان را به خشم آورد و با آبروی کشور لطمه زد، دانشمندانی را ترسانده است که وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را می‌آموزند. دایره‌های علمی خارجی هم اکنون به این اندیشه افتادند که آیا با تاجیکستان همکاری کنند و یا من بعد دانشمندان تاجیک در انجام کارهای علمیشان مدد رسانند. بازداشت الکساندر صادیقوی 31 ساله که با جاسوسی و خیانت به وطن متهم می‌شود، خود مقامات رسمی تاجیکستان را در وضع ناگوار قرار داد. حکومتداران تاجیکستان شاید انتظار نداشتند که رسانه‌های زیادی در سراسر جهان دولت تاجیکستان را برای جاسوس نامیدن یک پژوهشگر انتقاد کرده و از جمله خواهند گفت که تحقیق و سوال کردن در تاجیکستان گناه بوده است. در آستانه سفر سیراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان به بریتانیا در روز 1 ایول 15 پروفسور بریتانیایی از دانشگاه‌های مختلف این کشور با نشر یک نامه در روزنامه گاردین از دولت تاجیکستان خواستند الکساندر صادیقوف را آزاد کند. آنها گفتند که بازداشت یک پژوهشگر با اتهامات مسخره‌آمیز به آبروی تاجیکستان و هم به دایره‌های بین‌المللی علمی که الکساندر صادیقوف هم از این دایره است لطمه می‌زند. جان هزرشو، همکار الکساندر که در تاجیکستان 12 سال کار کرده و بعد بازداشت او ناچار دوشنبه را ترک کرد، به رادیو آزادی گفت عملکرد این مقامات نه تنها خارجیان بلکه دانشمندان تاجیک را نیز ترسانده است. من با محققان خارجی و تاجیک صحبت کردم که از دورنمای پژوهش در تاجیکستان سخت میترسند. من میدانم که تاجیکستان خواهان همکاری در زمینه تحقیقات علمی هست و وزیر امور خارجه خودش در گذشته در سخنرانی‌هایش این را ذکر کرده است. برای همکاری در عرصه تحقیق و پژوهش ما به فضای آزاد احتیاج داریم. اگر ضرور است که مقامات را قبل از پژوهش در جریان گذارید، پس باید این مکانیزم روشن باشد. اما عین زمان چنین به نظر می رسد که پیش بردن تحقیقات در تاجیکستان بسیار مشکل است. یکی از این گونه پژوهشگران کریستیان بلوی، پژوهشگر علوم سیاسی و ماجستر دانشگاه ایندیانا آمریکاست که مسائل هویت، سیاست و مناقشه در تاجیکستان و افغانستان را تحقیق می‌کند. او بعد از بازداشت الکساندر صادیقوف نوشت که روز 30 ایون صحت و سلامت از تاجیکستان بیرون شده است. در داخل کشور شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت رفتار مقامات امنیتی با الکساندر صادیقوف نه تنها انجمن‌های علمی جهان بلکه شریکان غربی تاجیکستان را عصبانی خواهد کرد. وابسته به چاره پیشگیری که در شکل به حبس گرفتن بود، اینچنین باعث ناراضگی سازمان‌های معتبر جهانی و کشورهای مشخص نیز می شود. در واقع بریتانیا و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای اصلاحات اقتصادی و کاهش فقر به تاجیکستان کمک میکنند، عملکرد مقامات رسمی کشور را انتقاد کرده و گفتند که از چنین مناسبت با یک محقق نگران شدند. بنا به گزارش‌ها سیراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان است با هدف جلب حمایت سیاسی و اقتصادی بریتانیا به طرح نیروگاه برق آبی راغون و مساعدت در تقویت نیروهای امنیتی کشور به لندن سفر کرده است. نیک میگورن، استاد دانشگاه نیوکاسل بریتانیا، با نمونه آوردن بازداشت الکساندر صادیقوف گفته است در حالی که مقامات تاجیکستان شهروندان خود را به این شیوه از حق آزادی بیان محروم می‌کنند، کمک بریتانیا برای تقویت نیروهای امنیتی تاجیکستان نشانه بی‌خیردی دولت می‌بود. ظاهراً در ملاقات‌ها با مقامات بلندپایه بریتانیا، سیراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه مجبور شد به سوال‌های ناهنجار کننده درباره بازداشت الکساندر صادیقوف پاسخ دهد که اتهامات علیه او را بافته و ساخته می‌دانند. جان هزرشو میگوید که محقق جوان تاجیک گناهی ندارد و ماموران امنیتی نگران از وضع خاروق به چنین کار دست زدند. من میفهمم که اوضاع در خاروق بسیار حساس است و آنها از وضع امنیتی در اینجا نگرانند. آنها از وضع افغانستان در تشویشند. به فکر من چنین به نظر می رسد که آنها از تمام فعالیت‌هایی که در خاروق صورت می‌گیرد بسیار عصبانی اند. به فکر من شاید تقدیر الکساندر بد بوده است. شاید او را برای آن هدف گرفتند که بسیار عصبانی اند و آماده‌اند هر گونه اقدام را عملی کنند تا همه چیز تحت نظارتشان باشد.
دولت تاجیکستان که بعد از خاتمه جنگ شهروندی حفظ ثبات و امنیت را از همه کار دیگر اولاتر می‌داند، بعد از مناقشه خونین سال 2012 در خورخ که بیشتر از 70 کشته بر جای گذاشت، به هر گونه عملکرد و حرکت در بدخشان با شبهه نگاه می‌کند و تکراری تیراندازی و خونریزی و خرابکاری در خورخ در ماه می امسال مقامات را باز هم به تهلکه انداخت که وضع در ولایت بدتر نشود. اما در رابطه با قضیه الکساندر صادیقوف مقامات رسمی تاجیکستان زیاد صحبت نمی‌کنند و هرچند نگفتند که الکساندر صادیقوف برای کی به قول آنها جاسوسی میکرد، اما انگشت اشارتشان به سوی بریتانیا است. بر اضافه اعلان اتهامات رسمی علیه الکساندر صادیقوف، امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت، دفاع و ترتیبات جمعیتی در مجلس نمایندگان گفته است که نه تنها محققان بلکه وزیر و شخصان بلند مقام نیز جنایت صادر میکنند، ولی به اعتقاد امیرقل عظیموف تفتیشات گناهکار و یا بیگناه بودن الکساندر صادیقوف را معلوم خواهد کرد. محقق زاده شهر پنجکنت را هنگام ملاقاتش با علیم شیرزمانوف رئیس دفتر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در شهر خورخ دستگیر کردند. خود الکساندر بعداً در نواری که تلویزیون بدخشان نمایش داد میگفت که فقط به خاطر تحقیق زمینه‌های ناامنی به خورخ رفته است و ملاقات با علیم شیرزمانوف نیز برای تحقیق لازم بود. با گفته جان هزرشو، اگر الکساندر صادیقوف آزاد شود ممکن است که دایره‌های علمی همکاری با تاجیکستان را ادامه بدهند، ولی بعد این با نظر داشت سرنوشت الکساندر بیشتر اندیشه می‌کنند که می‌ارزد محققی را به تاجیکستان بفرستند.